به نام خدا. حکایت غلام دروغگو. در روزگاران قدیم شبی از شبها خلیفه شهری بزرگ به وزیرش که جعفر نام داشت گفت میخواهم امشب به درون شهر روم و از احوال حکام آگاه شوم و هر کدام از ایشان که به زیر دستشان ظلم کرده باشد عزل کنم. پس خلیفه با جعفر برخاسته و به درون شهر رفتند تا به کوچه‌ای رسیدند. مرد سالخورده‌ای در آنجا دیدند که دامی بر دوشش بود و سبدی بر سرش. عصایی به دست گرفته بود و نرم نرم راه می رفت. با خود زمزمه‌ای می کرد. خلیفه چون زمزمه های مرد سالخورده را شنید به جعفر گفت این ابیات و زمزمه های او گواهی می دهد که این مرد بسی بیچیز است. خلیفه پیش رفت و پرسید که ای مرد حرفه تو چیست؟ گفت صیادم، عیالمند، از نیمه روز تا اکنون بسی کوشیدم، خدای تعالی روزی امروز به من نرسانید. ناامید بازگشتم و از زندگی به تنگ آمده درخواست مرگ از خدا می کردم. خلیفه چون درد و دل مرد را شنید به او گفت اگر به کنار دجله بازگردی و با بخت و اقبال من دام در دجله بیاندازی، هر آنچه در دام تو بیفتد به 100 دینار زر از تو خواهم خرید. صیاد از این سخن شاد شد و با خلیفه به کنار دجله رفتند و دام در دجله بیانداخت. بعد از ساعتی دام بیرون کشید. صندوقی گران قیمت و بزرگ و سنگین در دام به در آمد. خلیفه 100 دینار به صیاد داده و صندوق را گرفت و او را به همراهی جعفر به قصر بیاورد. چون صندوق بشکستند گلیمی یافتند در هم پیچیده و چون گلیم را باز کردند چادری دیدند. چادر را که برداشتند دختری کشته یافتند که تنش به مانند نقره خام میمانست. خلیفه چون او را بدید بگریست و گفت ای وزیر بی تدبیر، چگونه من تحمل کنم که به عهد من مردم را بکشند و در دجله بیاندازند و گناه آن بر من بماند. ناچار باید کشنده دختر را بکشم تا آرام بگیرم. به خدا سوگند که اگر کشنده دختر پدید نیاوری همه آل برمک را بکشم. چون جعفر خشم خلیفه را بدید از او مهلت خواست. خلیفه 3 روز مهلت داد. جعفر از بارگاه خلیفه به در آمد و غمین و محزون بود. در حیرت این بود که کشنده دختر را چگونه به دست آورم و دیگری را بیگناه به جای وی به کشتن ندهم. پس به خانه خیش رفت و به دنبال چاره می گشت. روز 4 خلیفه او را بخواست و از کشنده دختر از او پرسید. جعفر گفت ای خلیفه، به خدا نمیدانم، همه جا را گشتم، از همه پرسجو کردم، نمیدانم چه کسی دختر را کشته. خلیفه خشمگین شد و گفت چون سوگند خوردم امروز باید تو را بکشم. پس منادی را فرمود که در کوی و محل ندا دهد که جعفر وزیر به دار کشیده خواهد شد. هر کس خواهد به نگاه و تفرج بیاید. چون منادی ندا در داد مردم گروه گروه قصد تماشا کردند، ولی همه از شنیدن این خبر ملول و گریان بودند. چون جعفر وزیر را مردی نکو می دانستند و سبب خشم خلیفه به جعفر را نمی دانستند.
وقتی مردم گرد آمدند، خادمان خلیفه چوب دار نشانده و چشم بر حکم خلیفه و گوش بر فرمان داشتند که ناگاه جوانی نیکو صورت را دیدند که جامه‌های نو پوشیده و با شتاب جلو می آید. چون به میان جمع رسید، خود را روی پای جعفر وزیر انداخته و گفت: ای وزیر دانشمند، دختری را که به صندوق اندر یافته اید من کشتم. به قصاص او مرا باید بکشید. چون جعفر این را شنید، به خلاص خویشتن خوشحال شد و به گرفتاری جوان ناراحت و محزون بود که ناگاه پیر سال خورده ای را دید که مردم به کنار میزند و شتابان می آید. وقتی به جعفر رسید گفت: ای وزیر دانا، این جوان تقصیری ندارد، به خویش بهتان میزند. دختر را من کشتم، مرا به قصاص او بکشید. جوان گفت: ای وزیر، این پیرمرد کم خرد است، نمیداند چه میگوید. دختر را من کشتم، به قصاص او مرا باید بکشید. پیر روی به آن مرد جوان کرد و گفت: ای فرزند، تو هنوز از جوانی بر نخورده ای، در دل بسی آرزو داری، نکن این کار را. من پیرم و از زندگی سیر گشتم، جان خود را بر تو و وزیر فدا می کنم. جعفر وزیر چون این سخنان را بشنید در شگفت ماند و پیرمرد و جوان را پیش خلیفه برد و گفت: ای خلیفه، کشنده دختر پیدا شده. خلیفه گفت: از این دو کدام یک کشتند؟ جعفر گفت: جوان میگوید من کشتم، پیر هم میگوید من کشتم. خلیفه از ایشان باز پرسید و هر دو همان گفتند که به جعفر گفته بودند. خلیفه گفت: هر دو را بکشید. جعفر وزیر جلو آمد و گفت: ای خلیفه، کشنده یکیست، قصاص از هر دو ستم است و ستم بر شما روا نیست. جوان گفت: به خدایی که آسمان بیافراشت و زمین بگسترد، دختر را من کشتم و نشان از صندوق و دختر به کمال داد تا خلیفه به آشکارا به این رسید که او دختر را کشته. خلیفه را عجب آمد و به جوان گفت: دلیل کشتن دختر چه بود؟ چطور است که این گناه را نمی پوشانی و در هلاک خود کوشش می کنی؟ جوان گفت: این دختر زن من بود و این پیر پدر اوست. این دختر در خانه من 3 فرزند آورد و مرا بسیار دوست داشت. من از او بدی ندیده بودم و او را بسیار دوست می داشتم. در آغاز همین ماه بیمار شد. طبیب آوردم و بهبودی روی داد. خواستم که به گرمابه بفرستم که بهی آرزو کرد و گفت: آرزو دارم بهی را ببویم و بخورم. من در حال جستجو از خانه بیرون آمدم و از آن روز بسیار گشتم. پیدا نکردم و شب را به فکرت به سر بردم. چون بامداد شد و از خانه بیرون رفتم، باغ‌ها را گشتم، از باغبان‌ها پرسیدم و جستجو کردم. یکی از آنان گفت: آنچه را که تو می‌خواهی در بغداد یافت نمی‌شود، ولی در بصره باغی بزرگ است که درختان به بسیاری دارد و باغبانان آن باغ همه روزه به میچینند و برای خلیفه میبرند. بدین سان مرا که محبت همسر نازنینم را داشتم بران داشت که به بصره بروم. 15 شبانه روز رفتم و بازگشتم و 3 دانه به 3 دینار خریدم و بیاوردم. بعد از چند روزی به دکان رفتم و به معامله نشستم. غلام سیاهی را دیدم که بهی در دست دارد. به او گفتم که
این به را از کجا آورده ای؟ من در این شهر بسیار گشتم و بهی نیافتم. بخندید و گفت این به را از محبوبه خودم گرفتم. چند روز بود که در سفر بودم و چون آمدم محبوبه را رنجور و نزار یافتم. 3 دانه به در بالین داشت. یکی را به من داد و گفت شوهرم اینها را از بصره خریده. چون سخن غلام بشنیدم جهان به چشمم تیره شد. دکان را بستم و به خانه آمدم. از نهایت خشم عقل و شعور از من رفت و مثل دیوانگان بودم. دیدم که 2 دانه به بر سر بالین همسرم هست. از به 3 جویا شدم. همسرم گفت نمیدانم چه کس برداشته. من سخن غلام را راست پنداشتم و کاردی برداشته و به سینه همسرم نشستم و او را بکشتم و در گلیمی پیچیدم و در صندوق نهادم و صندوق را بر اسبی نهادم و به دجله بردم و آنجا انداختم. ای خلیفه، زودتر مرا بکش و قصاص کن که من بسی بیم از مکافات روز رستاخیز دارم. به این سبب که چون من صندوق را در دجله انداختم و بازگشتم، پسر کوچک خود را دیدم که گریان است. دلیل گریه‌اش را پرسیدم و او از ماجرای مادرش آگاه نبود. به من گفت بهی از 3 دانه به که بر بالین مادر بود برداشتم و در کوچه رفتم تا بازی کنم. غلام سیاه بلند بالایی به را از من گرفت و گفت این به را از کجا آورده ای؟ من گفتم مادرم رنجور بود و پدرم به بصره رفت و 3 دانه به 3 دینار خرید و آورد و مادرم آن را بویید و بهتر شد. غلام به سخن من گوش نداد و به را از من ربود و رفت. الان من از بیم مادر ناراحت و گریانم که نکند مرا دعوا کند. چون سخن کودک بشنیدم دانستم که غلام به دروغ و بهتان گفته و من همسر زیبای خود را به ستمگری کشتم. پس غمین و محزون نشسته و گریستم که پدر همسرم هم به نزد من آمد. ماجرا را بر او گفتم و او هم در پهلوی من به ماتم نشست. 5 شبانه روز است که گریانیم و به کشتن دختر افسوس می‌خورم. تو را به اجدادت سوگند می‌دهم که مرا زودتر بکش. خلیفه با شنیدن داستان مرد جوان گفت ممکن نیست این کار را بکنم. تو را نخواهم کشت مگر غلام بیوجدان را. خلیفه رو به جعفر وزیر کرد و گفت من غلام را از تو میخواهم. اگر پیدایش نکنی به جای او تو را میکشم. جعفر از پیش خلیفه در آمد و همی گریست و نالان بود. با خود می گفت اگر آن دفعه خلاص شدم این بار حتما کشته می شوم که پیدا کردن غلام امری محال است. خلاصه جعفر به خانه آمد و 3 روز به طاعت خدا مشغول شد و از او می خواست که راهی جلوی پایش بگذارد. پس از آن قاضی را خواسته تا وصیت بکند چون مرگ خود را حتمی می دانست. در آن هنگام حاجب خلیفه از در آمد و گفت خلیفه بسی خشمگین نشسته و سوگند یاد کرده که اگر جعفر وزیر غلام را پیدا نکند امروز او را میکشم. جعفر چون این را بشنید بنالید و فرزندان و کنیزکانش هم بگریستند. جعفر وزیر با فرزندانش یک به یک وداع واپسین میکرد تا اینکه دختر خردسالی که از همه فرزندانش بیشتر دوست می داشت برای وداع در آغوش گرفت و می بوسید و می گریست. در همان حال بهی در جیب دخترک دید. گفت دخترم این به را از کجا آورده ای؟ دختر گفت
غلام ما ریحان 2 دینار از من گرفت و این به خوشبو را به من داد. جعفر چون این را بشنید خرسند شد و غلام را خواست. چون ریحان غلام آمد، جعفر جستجو و سؤال را آغاز کرد. غلام که ترسیده بود گفت 5 روز پیش این به را در کوچه از کودکی برو بودم. طفل گریان شد و گفت مادرم رنجور است، پدرم 3 دانه به از بصره به 3 دینار خریده و آورده. من به سخن کودک گوش ندادم و چون به را به خانه آوردم، خاتون کوچک به را بدید و آن را به 2 دینار از من بخرید. جعفر چون این را بشنید به خلاص خویشتن شاد شد و خدا را شکر کرد. پس از آن غلام را به بارگاه خلیفه آورد و ماجرا را به خلیفه باز گفت. خلیفه از شنیدن داستان عجب آمد و فرمود که حکایت را بنویسند و در خزینه نگه دارند تا آیندگان عبرت بگیرند و خدا را شاکر شد که خون بیگناهی را نریخته.